ماه مبارک رمضان چگونه آغاز می شود و با چه دلایلی ماه مبارک رمضان آغازش برای ما ثابت می شود. یا به تعبیر دیگر ما چگونه بدونیم که ماه مبارک رمضان آغاز شده، دلایل آغاز شدن و شروع شدن ماه مبارک رمضان برای ما مسلمانان چه هست؟ شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات قبل مطالبی رو درباره فضیلت و ارزش روزه و ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کردم. یکی از مسائلی که در باره ماه مبارک رمضان مطرح هست و آغازین مسئله هست، در واقع این مطلب هست که ماه مبارک رمضان چگونه آغاز می شود و با چه دلایلی ماه مبارک رمضان آغازش برای ما ثابت می شود. یا به تعبیر دیگر ما چگونه بدونیم که ماه مبارک رمضان آغاز شده، دلایل آغاز شدن و شروع شدن ماه مبارک رمضان برای ما مسلمانان چه هست؟ یکی از مواردی که الله متعال برای ما مسلمانان به عنوان حکم شرعی قرار داده این هست که این موارد شرعی را و عبادی را الله متعال بر مبنای امور حسی قرار داده. یعنی این که هر مسلمانی با فهم خودش، با حواس خودش میتواند درک بکند که الان زمان عبادت فرا رسیده یا اینکه فرا نرسیده. مانند اوقات نماز را تعیین شده در شریعت اسلامی. کسانی که اندک شناختی به روایات اسلامی دارند، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، اوقات نماز را به صورت دقیق و مشخص میتونند از حرکت آفتاب تشخیص بدن که نماز صبح بعد از طلوع فجر هست، نماز ظهر بعد از در واقع زوال هست و نماز عصر بعد از این که سایه هر چیزی به یک برابرش برسد و نماز مغرب بعد از غروب آفتاب، نماز عشا بعد از این که یک ثلث شب سپری بشود و همچنین زمان عبادت حج را یا و به همین وسیله و به همین روش زمان عبادت روزه را. پس بنابراین الله متعال آغاز این عبادت ها را و زمان وجوب و فرض بودنش را که ما بدانیم که از چه زمانی بر ما این عبادات فرض شده، اینها را بر امور حسی قرار داده. و برای اثبات ماه مبارک رمضان دو چیز وجود دارد که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده. و گذشته از احادیث وقتی که ما به آیات قرآن وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال خطاب به ما مسلمانان میفرماید که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کسی که این ماه را دریافت، حاضر بود و این ماه را دید، مشاهده کرد، پس بنابراین باید روزه بگیرد. این یک حکم شرعی هست که الله متعال در قرآن این رو برای ما بیان کرده که ماه مبارک رمضان را روزه گرفتنش زمانی بر شما فرض می شود که هلال رمضان را شما ببینید. در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اذا رأیتموه فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. زمانی که شما ماه هلال رمضان را دیدید روزه بگیرید، یعنی با مشاهده کردن هلال رمضان روزه بگیرید و با مشاهده کردن هلال عید و ماه شوال شما در واقع افطار بکنید و عید بکنید. فإن غم علیکم فاقدروا. اگر بر شما پوشیده بود به گونه‌ای که گرد و غبار بود، به گونه‌ای که در افق در واقع ابر وجود داشت و شما
نمیتونستید که ماه را مشاهده بکنید، فقدروا در این صورت شما حساب بکنید، بیایید و در واقع روزهای ماه مبارک شعبان را که قبل از رمضان هست اونها را کامل بکنید و 30 روز کامل اونها را در واقع حساب بکنید. و در حدیث دیگر که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورتی دقیق تر به ما این توصیه را کردند و این روش را برای ما کاملا بیان کردند. ایشان می‌فرمایند که الشهر 29 ماه 29 روز هست، یعنی ماه از 29 روز کمتر نیست، یا 29 روز هست یا اینکه 30 روز هست. الشهر 29 لیله، هر ماهی 29 شب هست. فلا تصوموا حتی تروه، پس بنابراین روزه نگیرید مگر این که هلال رمضان را ببینید. فإن غم علیکم فاکملوا العدة 30، اگر بر شما پوشیده شد، یعنی افق به گونه‌ای که واضح باشه نبود، شما نمیتونستید که هلال رمضان را مشاهده بکنید، فاکملوا العدة 30، پس در این صورت شما تعداد روزهای شعبان را 30 روز کامل بکنید. پس بنابراین اون گونه که در این حدیث اومده و از این روایت برمی آید، ما به دو صورت میتونیم که آغاز ماه مبارک رمضان را احساس بکنیم، یا به دو صورت ماه مبارک رمضان ثبوتش برای ما در واقع محرز می شود. اول این که ما در 29 ماه مبارک شعبان که قرار داریم، ما هلال ماه رمضان را مشاهده بکنیم، یعنی این که ماه شعبان 29 روز هست و شب 30 که شب 30 ماه شعبان هست ما هلال رمضان را ببینیم. این روش اول هست. روش دوم این است که در روز 29 شعبان ما ماه را مشاهده نکردیم، الان باید چه کار بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند فاکملوا العدة 30، راهش این است که شما ماه شعبان را 30 روز کامل بکنید. پس بنابراین فقط این دو روش وجود دارد، یا رؤیت ماه رمضان یا کامل کردن ماه شوال که 30 روزش رو باید کامل بکنیم. و اگر یک نفر هم ماه مبارک رمضان را هلالش را ببیند این کفایت می کند. در حدیثی هست که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که مردم یک روزی در ابتدای ماه مبارک رمضان بود، مردم رفتند برای جستجوی هلال بیرون رفتند تا اینکه به افق نگاه بکنند که آیا ماه رمضان را در واقع آغاز شده یا این که آغاز نشده، دنبال هلال میگشتند. میگه مردم دنبال هلال رمضان میگشتند، من هم نگاه میکردم، در ضمن مردم من هم بودم و نگاه میکردم به افق، من ماه را دیدم و بقیه ندیدم. من خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردم که یا رسول الله من ماه را دیدم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در واقع دستور دادند که همه مردم باید روزه بگیرند، هم خودشون روزه گرفتند و هم دستور دادند که روزه ماه مبارک رمضان در واقع آغاز شده و شما هم روزه بگیرید. بدین وسیله پس بنابراین ثابت می شود که حتی اگر یک نفر عادلی ماه مبارک رمضان در آغازش آمد و اعلام کرد که من هلال رمضان را دیدم، پس بنابراین ماه مبارک رمضان ثابت می شود و ثبوتش یک ثبوت قطعی محسوب می شود و روز بعدش مسلمانان باید روزه بگیرند. تا برنامه دیگر که مطالب دیگر را خدمت شما ارائه می دهم، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.